سلام. امروز می‌خوایم ببینیم چطور میشه کلاس ریاضی رو از یه محیط خشک و قاعده‌مند به یه زمین بازی واقعی برای خلاقیت تبدیل کرد. خب، بیاین یه راست بریم سراغ این سوال. خیلی از ما ریاضی رو با یه عالمه قانون و فرمول به یاد میاریم که فقط یه جواب درست داشتن. اما یه مطالعه جدید میگه که داستان میتونه خیلی متفاوت باشه. برای شروع باید ببینیم مشکل اصلی نگاه سنتی به تدریس ریاضی چیه؟ همون نگاهی که بیشتر روی حفظ کردن تمرکز داره تا فهمیدن و خلاقیت به خرج دادن. تحقیقات نشون میده که مدل سنتی که هنوز هم توی خیلی از کلاس‌ها حاکمه دیگه برای دنیای امروز کافی نیست. دنیای امروز به مهارت‌هایی مثل نوآوری، حل مسئله انعطاف پذیر و تفکر انتقادی نیاز داره، نه فقط حفظ کردن فرمول. پس چطور میتونیم از اون حالت تک کلیدی برای یک قفل به یه دسته کلید کامل برسیم که درهای مختلفی رو باز میکنه؟ جوابش اینه که باید تعریفمون از خلاقیت توی ریاضی رو عوض کنیم. اینجاست که یه مطالعه جدید که توی سال 2024 انجام شده یه جعبه ابزار تازه به ما معرفی میکنه. این جعبه ابزار روی 3 بعد اصلی تفکر خلاق ساخته شده. نکته کلیدی اینه که خلاقیت یه استعداد ذاتی و خدادادی نیست، بلکه یه مهارته که همه میتونن یادش بگیرن. این مطالعه میگه برای سنجش این مهارت باید به 3 شاخص اصلی توجه کنیم: سیالی، انعطاف پذیری و اصالت. اولی سیالی هست. سیالی یعنی کمیت. یعنی اینکه شما برای یه مسئله چند تا راه حل درست مختلف میتونی پیدا کنی. هرچی بیشتر بهتر. بعد از اون انعطاف پذیری رو داریم. اینجا دیگه فقط تعداد مهم نیست، بلکه تنوع و گوناگونی راه حل ها مهمه. آیا همه راه حل ها شبیه به همن یا اینکه از اساس با هم فرق میکنن و از زاویه‌های متفاوتی به مسئله نگاه کردی؟ و در نهایت اصالت. اصالت یعنی اینکه راه حلی که پیدا می‌کنی نه تنها درست باشه، بلکه منحصر به فرد و نادر هم باشه. یه ایده بکر که به ذهن کمتر کسی رسیده. خب، حالا بیایم ببینیم این 3 کلید تو عمل چطوری کار میکنن. برای این کار برمیگردیم به خود اون مطالعه که روی 19 تا معلم آینده دبستان انجام شده بود. محققا به این معلم‌ها یه مسئله به اصطلاح چند جوابی دادن. یه الگوی در حال رشد از مثلث‌ها که با چوب کبریت ساخته شده بود و ازشون خواستن تا جایی که میتونن راه‌های مختلفی برای محاسبه تعداد چوب کبریت‌ها پیدا کنن. نکته هوشمندانه این مسئله اینه که جوابی که پیدا می‌کنید بستگی به این داره که چطوری به الگو نگاه می‌کنید. نحوه گروه‌بندی چوب کبریت‌ها توی ذهن شما به فرمول‌های ریاضی کاملاً متفاوتی منجر میشه که همشون هم درستن. مثلا یه نفر ممکنه الگو رو اینجوری ببینه: یه چوب کبریت اولی و بعدش n تا جفت چوب کبریت. این نگاه به فرمول 1 به علاوه 2n میرسه. اما یکی دیگه ممکنه کلاً یه جور دیگه ببینه. مثلا n تا شکل وی مانند و یه چوب کبریت آخری که الگو رو میبنده. این هم به یه فرمول درست دیگه میرسه: 2n به علاوه 1. این دقیقاً معنی انعطاف پذیریه، یعنی تغییر زاویه دید برای رسیدن به راه حل‌های متفاوت. و این یکی دیگه یه نگاه کاملاً متفاوته. یه جورایی انگار داره مسئله رو میشکافه. این فرد n تا مثلث کامل رو تصور کرده و بعد چوب کبریت‌های مشترک رو ازش کم کرده. این نگاه هم به فرمول 3n منهای n منهای 1 میرسه. این راه حل به خاطر متفاوت بودنش یکی از راه حل‌های اصیل به حساب می اومد. و نتایج برای معیار سیالی واقعاً عالی بود. 85% از معلم‌ها بیشتر از یه راه حل درست ارائه دادن. این نشون میده که این نوع مسئله‌ها واقعاً میتونن تفکر خلاق رو تحریک کنن. ولی خب، اینکه خودت بتونی یه راه حل خلاقانه پیدا کنی یه بحثه. این مطالعه یه چالش پنهان و خیلی مهم رو هم در مورد آموزش خلاقیت آشکار کرد. توی قسمت دوم از معلم‌ها خواستن که نقششون رو عوض کنن، یعنی به جای حل مسئله، راه حل‌های همکارانشون رو تحلیل و دسته‌بندی کنن و دقیقاً همینجا بود که یه مشکل جالب خودش رو نشون داد.
این اسلاید خیلی جالبه. ببینید وقتی از این معلم‌ها خواستن که همون راه حل‌ها رو گروه بندی کنن، هر گروه یه سری دسته‌بندی کاملاً متفاوت و بی ربط به هم درست کرد. انگار هر کدوم با یه منطق جدا کار می‌کردن. این نشون میده که یه زبان چارچوب مشترک برای ارزیابی خلاقیت نداشتن. اونا راحت میتونستن بگن یه جواب درسته یا غلطه، یعنی صحت رو تشخیص میدادن. اما وقتی پای تشخیص انواع مختلف رویکردهای خلاقانه به میون میومد، یعنی همون بعد انعطاف پذیری، واقعاً به مشکل میخوردن. و همه اینها ما رو میرسونه به نتیجه گیری قدرتمند و نهایی این تحقیق. یه جمله معروفی از لی شولمن هست که دقیقاً همین رو میگه. به عبارت ساده تر، اینکه شما خودتون یه دانش آموز خلاق توی ریاضی هستید، لزوماً به این معنی نیست که میتونید معلمی باشید که خلاقیت رو به بقیه یاد بده. این دوتا مهارت‌های متفاوتی هستن. پس چالش اصلی این نیست که چطور معلم‌های خلاق‌تری داشته باشیم. چالش واقعی اینه که چطور به معلم‌ها کمک کنیم تا خلاقیت پنهان توی ذهن دانش آموزانشون رو ببینن، بهش بها بدن و پرورشش بدن. این سوالیه که به نظرم آینده آموزش ریاضی به جوابش بستگی داره.